به چالش ما خیلی خوش اومدید دوستانی که تشریف میارن تو منزل ما یه چالش 20 میلیون تومانی داریم که اگر 6 تا بیسکویت تود رو کمتر از 1 دقیقه یا همون 1 دقیقه بتونن که میل کنن کامل، ما 20 میلیون تومان تقدیم شما میکنیم. عزیزم در خدمت آقای امیر تشکر هستیم، مخلصیم و اینکه باعث افتخاره که من امروز میهمان شما هستم. آقای تشکر فدای شما میشم. آقای تشکر یه چالشی رو به ما پیشنهاد داد که ما می‌خوایم انجام بدیم. برد و باختش مهم نیست، ولی اون 20 میلیونه تحریک میکنه که برنده این بازی بشه. فکر میکنی میتونی انجام بدین این کارو؟ قبل شما 51 نفر. از 51 نفر چند نفر برنده شدن؟ 3 نفر. باختی وجود نداره. خب ببینید من الان اینو میخورم 6 تا، خب بعد دندونام باید تمیز کنم، اوکی. آره. با آبم میتونم لای بخورم. دندوناتون باشه اشکالی نداره، ولی روی دندونا و بغل باشه مشکل داره. آره تعلق نمیگیره. 6 تا رو توی 1 دقیقه فکر کنم پسش برمیای. 51 نفر تا حالا این چالش انجام دادن، 2 نفر 3 نفر برنده شدن. میشه چند درصد؟ بچهای پشت صحنه چند درصد میشه؟ تقریبا میشه 1.5%. خیلی کمه. خیلی کمه. شانست خیلی کمه. میشه بدونم کیا بودن برنده شدن؟ معروف نبودن. معروف نبودن. آره ولی شما معروفی و عزیزی شما، فدای شما باشم. من کوچیک شما. عزیز من. شما هم اگر فکر میکنید که میتونید با حامد تبریزی عزیز هماهنگ کنید، ما در خدمت شما هستیم. همون لحظه شبا میکنم. همون لحظه. بریم. 6 تا رو میخورم. 6 تا رو با آبم بخورم مشکلی نداره توی 60 ثانیه. آره تو 60 و ثانیه. اینکه دندونام تمیز باشه 20 میلیون شما به من جایزه میدید. بله. ما داریم اینو به تصویر میکشیم. آقای تشکر که حرفش با اون عملش یکیه، اصلا شکی نداره. فقط من دارم این تاکید میکنم که تا دلم و ذهنم با هم یکی بشه که این کارو انجام بدم. یعنی فکر می‌کنی انجام نمیدن؟ 100% انجام میدین. شکی هم من میگم واقعا، حالا از شوخی گذشته شکی تو این نداریم. یه لحظه به خودم شک کردم. نه آقا نه. خب اینجا مشخصه همه چیز صفره و هر وقت شما آماده بودید من استارت رو میزنم. بریم ببینیم چه من اول یکم آب بخورم گرم تازه کنم. بفرمایید. دارید این تصویر رو بیارمش پایین‌تر. هر وقت آماده بودید بفرمایید. به شماری که من استارت رو بزنم. 6 تا. بریم آقا. بریم. 3. نه یه لحظه من بشمارم. بفرمایید. میدونم یه کمی سخته ولی نه تو فکر اینم که چطوری تمام کنم بعد قرقره کنم که تو دندونام چیزی نمونه. به اونجا نمیرسه. نمیرسه؟ نمیتونم بخورم؟ باید میدونم اینقدر استرس داری. اگه اینطوریه بس بسم الله. 3 یا اول فصل 3 نه یه لحظه 3 2 1 من میتونه و تموم میکنه کارو. فکر کنم 10 تا رو بتونه. کمتر از 10 ثانیه. اونجا بچه‌ها پشت صحنه دارن اشاره میکنن به اینکه اونا رو همه رو تمیز کن. چقدر زمان داریم؟ 24 ثانیه گذشته. بچه‌ها میگن که قشنگ دندوناتو مسواک بزن. میتونی حتی اینقدر تایم داری میتونی بری مسواک بزنی. ولی من یک چیزی میبینم که اگر توی تصویر هم داره دیده میشه و 43 ثانیه 15 ثانیه زمان داری. لای دندونا همه چیز مشخص باشه. 55 56 هنوز داری قورت میدی. 58 59 و تمام. خب من باید بررسی کنم. ببین بالای دند بیا جلو تو دوربین. کجا بیام جلوتر؟ بیا جلو هر جایی که پوست باشه بیا جلو. پایین‌تر آدم تو باز کن. ببین اون قسمت از دندون کامل مشخصه. یه ذره بیا جلوتر. شما که نمی‌بینی دوربین داره می‌بینی. ببین اینجا قشنگ هیچ چیزی نیست. چرا هست؟
آقا داوران لطفاً باز کن ببین اینجا باشید دیگه. آقای امیر تشکر از اونجایی که مورد اعتماد منه، ولی اگر حرفشو قبول دارم. اگه واقعا چیزی بود و شما تو تصویر دیدین حتما ما من بازندم. ما تصویر رو چک میکنیم، اگر چیزی نباشه من پرداخت میکنم. ولی آقای امیر تشکر هنوز تو قلب من نه، جا من داره. پرداخت میکنم. نه چک میکنیم. و اصلا این مبلغ واسه هم مهم نیست. مهم اینه که من میهمان این همچین شخصیت مهمی بودم و بابا خوردم تموم شد. آقا دوربینو چک میکنیم. به آقا نظر من گس. آقا تشریف بیارین نزدیک شما. بیا تصویر قابل تصویر ما باش بفهمید. ندیده میگن. ببین قسمت سمت چپش پایین میبینی؟ هست گفتم که واقعا دمت گرم. شما یک رفیق امیرعلی تو بیا. ولی امیرعلی ببین پایین سمت چپ میبینی یه تیکه مونده؟ این اصلا بیسکویت نیست. خرابی دندونه؟ چیه پس؟ غذا خوردیم الان. غذا خوری؟ این همه آب خورده الان غذا شده؟ من نمیدونم مردم قضاوت کنن. اگر که نبود ما پرداخت کنیم. بریم چک کنیم دوربینو چک میکنیم ولی اوکی. بریم. آقا ما چک کردیم دیدیم اون قسمت سمت چپ دندونشون رو پر کرده بوده. من فکر کردم که بیسکویت مونده و شما نفر چهارم هستی. مرسی. ولی دوستان امتحان کنن ببینم میتونن این چالش رو. ولی سخته واقعا. از شوخی گذشته یکم چون این تورت نمکیه حالا تبلیغات نشه واسه شون. یه تبلیغات نیاز نداره. محصولیه که فکر نکنم هر کسی بخره بخوره. یه جوریه که تو دهن میماسه. من با آب قورتش دادم و سخت بود واقعا. آبم زیاد خوردم شکمم درد گرفت. مرسی بابت مخلصم. کادوی زیباتون. پرداخت می‌کنم دیگه. دست شما عزیز من. فدای شما. دوستان ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین. نظرات شما انرژی مضاعفی به ما میده. و اینکه تشکر ویژه‌ای دارم از آقای امیر تشکر. مرسی بابت دعوتتون و مرسی بابت چالش خفنت. دوستتون دارم عزیزین. حالا نزنین قابل نداشت. فدای شما. شما کارتتو بگو. عزیز دل چشم.